چند وقتی به شدت عاشق فرای کلاسیک شدم، ولی خب موهای من خورد و خیلی همچین خوشگل فکر نکنم بشه. ولی به هر حال گفتم شانسم امتحان کنم، ولی قبلش میام ببینم کدوم یکی از این دستگاه‌ها بهتر میتونه فر کنه. چرا اینقدر قیافم ترسناک شده موقع کار با این اتوموه؟ آقا قیافه‌مو ولش کن، خب موهامو نگاه کن. بعد به نظرم با اتومو میشه فرای بهتری در آورد، هم میشه درشتر اون فرا رو گرفت، هم میشه به نظرم ولش کن به هیچی. بریم دستگاه بعدی. برای این دستگاه فر کننده باید موها رو باریکتر بگیری و خب قاعدتا 400 سال میخواد طول بکشه، ولی خب یه خوبی که داشت اینه که لازم نیست 400 تا اینجوری این دستگاه بپیچونی، نگهداری، بسوزی، آتیش بگیری. فقط شاید موهاتون رو بکشه. نه ترسید، هیچی نیست، بعد سری موهاتون در میاد. ولی خب احساس میکنم این دستگاه رو من هنوز شاید قلقشو بلد نیستم یا اون قلق من بلد نیست، من نمیدونم. یکی در میون خوب در میاد، یکیش میبینی انگار مثلا الان این سومین فری که داد انگار 400 روز حموم نرفتم موام گره خورده تو هم. نمیدونم به نظر شما کدوم برای فرای کلاسیک بهتره؟ برام تو کامنت ها بنویسید. مرسی، خدافظ.